بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و همراهان ارجمند پایگاه اطلاع‌رسانی مایرجل. امیدوارم که هر جا که هستید حال و احوالتون خوب باشه و روزگار هم بر وفق مرادتون باشه. خوشحالم با یک گزارش دیگه در خدمت شما سروران ارجمند هستیم. در این گزارش که موضوع اون یک آرزوی خوب هست، با همین عنوان بنا داریم که با مردم و با شهروندان صحبت بکنیم و از آرزوهای خوبشون برای ما بگن. ما رو در این گزارش همراهی کنید. یک بخش کوتاهی رو می‌بینیم و مجدداً برمیگردیم. ما توی دوره‌ای داریم زندگی می‌کنیم که برای درگیر انواع مسائل و مشکلات و سختی‌ها هستیم. خطاب به حالا جامعه رو به دوربین ما، یک آرزویی که احساس می‌کنید نیاز هست، در دلتون هست و می‌خواید هر چه زودتر محقق بشه و از خدا می‌خواید اجابتش بکنه، اون آرزو چه خواهد بود؟ من اولین آرزویی که از خداوند متعال دارم این است که هر چه زودتر سلامتی رو به این جامعه برگردونه و این ویروس کرونا را زودتر جمع کنه. باز هم کرونا، انشالله خدای بزرگ خودت دیگه محبتی بکنه این سلامتی به جامعه و بشریت هدیه بفرما. و نگرانی اکثر مردم واقعا ویروس کرونا است. شما که دور از جان کسی از بستگان و اقوام گرفتار نشده با این ویروس خوشبختانه دیگه؟ نه الحمدلله هنوز گرفتار نشد به لطف خدا. الحمدلله، انشالله که خدا همیشه سلامتی ارزانیتون کنه. رو به دوربین ما خطاب به مردم، یه آرزوی خوبی که احساس میکنید توی دلتون هست و نیاز به بیانش هست، اگر باشه ما میشنویم. یه آرزوی خوب، یه حرف خوب، اون چه که از دلتون برمیاد. آرزو میکنم تمام جوانای سرزمین ایرانم خوشحال باشن، خوشرویه باشن، شاداب باشن، زندگی خوبی داشته باشن. آرزو میکنم زودتر، هرچه زودتر این کرونا از بین بره، نابود بشه. زندگی تمام ما رو به هم پاشیده. آرزو میکنم اقتصاد کشور ما خوب بشه. کرونا، اقتصاد و به هر حال سلامتی، اینا دغدغه‌های همه مردم بود. انشالله که هر چه سریعتر محقق بشه و جامعه و بشریت سلامتی و روی خوش رو هر چه سریعتر ببینه. آقا دمتون گرم، موفق و مؤید باشید، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه. من اولین آرزوم این است که سلامتی کامل خودم رو به دست بیارم و سلامتی کل ملت ایران رو خواستارم که تمام ملت ایران از این آفت، از این ویروس منحوس کرونا، از این بلا آفت رستگار پیدا کنن. از آرزوهای خودتون برای ما بگید. مهمترین آرزویی که به هر حال اینجا احساس می‌کنید نیاز به بیانش هست رو به دوربین ما. یکی از مهمترین آرزوهای خودم اینه که بیشتر برای ملت و کشورم هست که یک کشور آرام و خوبی داشته باشیم و از این تحریمات در بیاییم و ملت آرام و خوبی مثل قبل داشته باشیم. ملت بتونن مثل قبل تفریح برن، مثل قبل سفر کنن، مثل دوران قدیم آقا خرید کنن که الان هیچ یک از اینا رو ما نداریم متاسفانه. در واقع هم تحریم ها حل بشه، قدرت اقتصادی و خرید مردم بهتر بشه و به هر حال دیگه دست و بال مردم بیشتر باز بشه و دیگه انشالله از آرزوهای شما بود. خیلی هم خوب بود، دمتون گرم. آقا سلام، وقت شما بخیر، چه خبر؟ قربون شما، سلامت باشین. خوبین انشالله؟ الحمدلله. اومدید پارک، هوا هم خیلی خوبه. ما تو این هوای خوب از شما میخوایم که رو به دوربین ما یه آرزوی خوب برای خودتون، مردم، حالا هر کسی که دوست دارید، یه آرزوی خوب برای مردم رو به دوربین ما داشته باشید. آرزو میکنم که مریضی همگیر از سر همه مردم دنیا، به خصوص ما مسلمانا، بره و سلامتی صحت برای مردم برقرار بشه و مردم شادی و خوشی و این راحتی رو دوباره اثر بگیره. انشالله. ماشاءالله چه پسر شنگولی داری. اسمش چیه آقا پسر؟ محمد نعیم. اینم به زمانی که مرحوم محمد دکتر دکتر محمد نعیم مرحوم شدن، اینم به دنیا اومد. به مناسبت به قول معروف یاد بود این دکتر، اسم اون هم گذاشتیم محمد نعیم. خیلی هم خوب، چه اتفاق میمون و مبارکی و چه چیزی بهتر از این گل پسر خوبمون هم به اسم یکی از ماندگارترین چهره‌های تاریخ بلوچستان، به هر حال اسمش با همون حال و هوایی که به هر حال مرحوم دکتر به شهادت رسیدن دقیقاً تو همون زمان دیگه گذاشتید. خب چرا اصلا این کارو کردید؟ چه چیزی باعث شد که این انتخاب رو داشته باشید؟
و حقیقتش دکتر ما خیلی دوست داشتیم، خیلی کارا برای جامعه پزشکی نه برای کل استانمون انجام داده و تنها نماینده بود که توی استان تو این دوره که ما زمانی که ما یادمونه کسی که چیزی برای خودش نخواست همین دکتر امین‌فر بود و بس دیگه. ما به خاطر یاد بود و خاطر ایشون من اسم بچه رو گذاشتم محمد نعیم. خیلی خوب، دمت گرم. آقا همه ماها یه سری آرزو، الان توی دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که جامعه و جهان با یه سری مشکلات و درگیری ها به هر حال مثل کرونا و تحریم و این مسائل روبرو هستش. شما اگه بخواید یه آرزوی خوب رو به دوربین ما داشته باشید برای جهان، برای آدمای اطرافت، برای همه مردم مسلمان‌ها، یه آرزویی که در دلتون باشه برای ما بیان بکن. بزرگترین آرزوشی که مشمام شوتی جان حفاظت کنه، شوتی ایمان حفاظت کنه که بزرگترین مچیه نه معیار مشما باید ایمان حفاظت کنه، مهمترین چیز ایمانه. خیلی ممنونیم از شما عزیزان همراهی که ما رو در این گزارش همراهی کردید. شنیدیم و دیدیم آرزوهای قشنگی که شما در دل داشتید و به زبان آوردید و از خدای بزرگ میخوایم هر آنچه که شما در دل و در سینه‌های خودتون دارید و محقق کنه، زندگی هم به کامتون باشه و دنیای خودمون رو دنیای قشنگتری ببینیم. ممنونیم از اینکه ما رو در این گزارش همراهی کردید. امیدوارم هر جا که هستید روزگار بر وفق مرادتون باشه و تنتون سالم و سرتون هم سلامت باشه. در امان خدا، بدرود.